گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 79. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مبارزه انگلیا و روسیه برای دایره نفوذ. وسعت ملک‌های روسیه در آسیای میانه. دستاوردهای حربی روسیه پادشاهی در آسیای میانه نقشه‌های ایمپریای بریتانیا را ویران کرد. از این رو آنها سال 1869 مسئله تأسیس دولتی بوفر بی‌طرف در بین مستملکه‌های خود و منطقه‌های تحت تصرف روسیه را به میان گذاشت. چون این دولت باید افغانستان می بود. دریای امو سرحدی بین دایره‌های نفوذ انگلیا و روسیه می‌گردید، ولی بعد از گفت و شنیدها معلوم گردید که مقصد انگلیا کاملاً به تصرف خود درآوردن افغانستان است. سال 1873 انگلیا و روسیه به موافقه آمدند که در خیوه پروتکتورات روسیه و در افغانستان پروتکتورات انگلیا برقرار می‌گردد. پس از این ارتش روس برای ضبط خانه خیوه شروع نمود. 29 می سال 1873 برای ضبط شهر خیوه جنگ‌های سخت به وقوع آمد. خان خیوه سید محمد رحیمی دو از ترس گریخته با اشاره تسلیم از کاوفمن صلح طلبید. مقابلان محمد رحیمی دو برادر او عطاجان توره را خان اعلان نمودند، اما کاوفمن با عطاجان رابطه نکرده 2 ایونی سال 1873 محمد رحیمی دو را به پایتخت برگرداند. 12 اوگوست سال 1873 بین روسیه و خیوه شرطنامه که از 18 بند عبارت به امضا رسید و موافق آن خیوه تابع روسیه گردیده به خزینه پادشاهی 2 میلیون سوم تاوان جنگ سپرد. از زمین‌های خانیگری خیوه ملک‌های ساحل‌های راست دریای آمو به اختیار روسیه گذاشتند. هنگام هجوم لشکر روس به مقابل خان خیوه، امیر بخارا مظفر نه تنها این عملیات را طرفداری کرد، بلکه به لشکر روس یاری عملی رساند. چون این رفتار نسبت به روسیه صادقانه امیر به عملداران حکومت پادشاهی خیلی معقول شد. بنابراین حکومت پادشاهی صداقت امیر را به انابت گرفته به عوض آن ملک‌هایی که از حساب امارت به اختیار روسیه گذاشته بودند زمین‌های چارجوی را از اختیار خان خیوه گرفته به امیر بخارا داد. بعد تابع روسیه پادشاهی گردیدن خانیگری خوقند احوال خلق باز هم بدتر شد. سال 1873 شورش کلان مردمی آغاز یافت که آن تا سال 1876 دوام کرد.
بهانه اساسی شورش زیاد ستانیدن زکات از چاروا به حساب می رفت. در شورش تمام ساکنان خانی فعالانه اشتراک داشتند و مبارزه ضد خدایارخان یک گروه نمایندگان اعیان اشراف دربار نیز همراه شده خانزاده نصرالدین را به سر قدرت آوردند. خدایارخان به گنرال گوبرناتوری ترکستان فرار نمود. گنرال گوبرناتور ترکستان از خان نو نصرالدین اجرای تمام شرطنامه‌های بین روسیه و خوقند را طلب نمود. اما امیر نو در تکیه به اعیان و اشراف و روحانیان جواب رد داد. اما وقتی لشکر خوقند 22 آگوست سال 1875 در محاربه قلعه محرم شکست خورد، عاجلاً همه پیشنهاد کاوفمن را قبول نمود. 22 سپتامبر سال 1875 به دولت خانی قرارداد نو پیشنهاد کرده شد که طبق شرطنامه های آن خوقند بغیر از روسیه با یگان دولت بیگانه مناسبت کردن نمی توانست. علاوه بر این بیکی نمنگان به هیئت کشور ترکستان همراه کرده شد. با این در خانه خوقند آرامی به میان نآمد. اعیان و اشراف و روحانیان اهالی را به جهاد دعوت می کردند. آنها نصرالدین را از تخت فراورده پولادبک را خان اعلان کردند. در حدود اندیجان و نمنگان بین سربازان خوقند و نظامیان روس جنگ های شدید به میان آمد. کاوفمن به وادی فرغانه قوه های علاوگی فرستاده نقطه های اساسی شورش را به پورگی پخش نمود. 19 فوریه سال 1876 با رازیگی پادشاه روسیه الکساندر دو و سفارش گنرال گوبرناتور ترکستان کاوفمن خانه خوقند برهم داده شده قلمرو آن همچون ولایت فرغانه به هیئت گنرال گوبرناتوری ترکستان همراه کرده شد. گوبرناتور حربی ولایت گنرال لینه سکوبلیف تعیین گردید. همین طور یکی از دولت‌های مستقل آسیای میانه از بین رفت. اما در این وقت عملیات جنگی در جنوب و شرقی آسیای میانه دوام می‌کرد. امیر بخارا در قرشی و شهر سبز لشکر زیادی را جمع نموده آخر سال 1866 اول سال 1867 به بایسون و دهنو هجوم کرد. در مقابل امیر دسته های اختیاری ملک های نیم مستقل بخارای شرقی با سرداری بیک حصار قرار گرفته بودند. ناوابسته از مقابلت سخت مردم محلی سربازان امیر حصاری ها را به عقب نشینی مجبور نموده قلعه دهنو را محاصره نمودند. پس از جنگ سخت قلعه تسلیم شد. قسمی از محافظان آن به طرف ملک های کوهستان فرار نمودند. لشکر امیر دست به غارت و قتل عامی دهشت انگیز زد. بیک حصار عبدالکریم که به کلاب پناه برده بود با امر بیک آن سرخان به امیر مظفر سپاریده شد. اما لشکر امیر حرکت را به سمت شرق ادامه میداد. سرخان از خوف بای دادن ملک های پایاناب وحش و کافرنیان و مقابل سربازان امیر برآمد. برای کمک به او بیک نوی دهنو اولوغبک نیز شتافت. امیر با تیاری جدی لشکر خود را با سرداری یعقوب بیک به مقابل آنها فرستاد و قوه های امیر به زودی از سرخندریا گذشته تمام سرزمین حصار را به خرابزار تبدیل داده سپس راه بلجوان و کلاب را پیش گرفتند. سربازان امیر به کسی امان نداده حتی اهالی شهر و دهه های قشلاق های مقابلت نکرده را هم نیست و نابود می کردند. باز از ملک های استیلا شده با نام امان پولی خراج هم می ستاندند. حاکم حصار عبدالکریم با تمام خانوادهش به قتل رسانیده شد. سرخان به افغانستان فرار کرد. امیر حاکمان همه این ملک های بخارای شرقی را عوض نموده یعقوب بیک را حاکم تمام ولایت تعیین کرد.
پس از این امیر برای تصرف درواز و قراتگین آمادگی گرفت، اما رحیم شاه حاکمیت قراتگین را صاحب شده از ناآرامی داخلی خوقند استفاده کرده تابعیت خود را به امیر بخارا اعلان نمود. این ضدیت خوقند و بخارا را باز هم تیزانید و در سرحد قراتگین چندین زد و خوردهای سخت بین سربازان هر دو طرف به عمل آمد. ضدیت تنها با دخالت حکومت پادشاهی روس و گنرال گوبرناتور ترکستان حل خود را یافت. این وضعیت را حاکم قراتگین سعید محمدین شاه استفاده نموده کوششی مستقلانه عمل نمودن را پیش گرفت، اما این رفتار به مأموریت ترکستان پسند نبود. برای همین آخر ایول و آگوست سال 1876 نخستین گوبرناتور حربی فرغانه گنرال سکابلیف با یک دسته کلان به سمت کوهدامن‌های پامیر فرستاده شد. در هیئت این دسته غیر از حربیان دانشمندان جغرافیا، طبیعت شناسی و نجوم لف کاستنکا و ف آشانین، ار واندارف و دیگرها نیز داخل می شدند. در نیمه دوم سالهای 70 امیر بخارا قراتگین را تماماً به قطار ملک‌های خود داخل نمود. اگر ملک‌های دشواررس غربی کوهستان پامیر از قبیل روشان، شغنان و وخان صرف نظر شود، درواز آخرین ملکی نیم مستقل ساحل راست 5 بود که به بخارا همراه کرده شد. سال 1876 امیر برای تابع نمودن این ملک با سرداری خدای نظردادخواه لشکر فرستاده با تضییق سیاسی و مکر و فریب شاه درواز سراج الدین خان را برای ملاقات با امیر به شهر سبز آوردند و به اسارت گرفتند. اما مردم درواز مقاومت را ادامه داده به لشکر امیر ضربه های سخت زدند. امیر مجبور شد به بخارای شرقی سال 1878 قوه های زیادی علاوگی فرستاند و آنها را در کولاب، بلجوان و قراتگین و قلعه غرم جایگیر نماید. تنها با تلفات زیاد و عذاب و مشقت بی اندازه لشکر امیر مقاومت مردم را شکسته این ملک های کوهستان را به تصرف خود درآورد و رحمان قلی بیک را حاکم تعیین کرد. به خاطر پیوسته در زیر تابعیت خود نگاه داشتن منطقه در اختیار حاکم دسته 1300-1500 نفره سربازان گذاشته می شد. هجوم قشون‌های پادشاهی به ترکمنستان. پس از انجام عملیات حربی در قلمرو بخارای و خوقند و خانه خیوه، حکومت پادشاهی روس برای به دست آوردن قسمت غربی آسیای میانه حرکت نمود. پیش از همه مورد توجه ناحیه های پس بحر کاسپی یعنی حدود ترکمنستان امروزه قرار گرفتند. ماه مارس سال 1874 حکومت پادشاهی روس نظامنامه موقتی اداره حربی کشور ماورای کاسپی را تصدیق نمود. فعالگردی حرکت جاسوس‌های انگلیس در منطقه روس‌ها را خواطر می‌ساخت. قوه‌های حربی روس از طرف اخالتگین به منطقه وارد گردیده اولی ماه می سال 1877 قزل اروت را اشغال نمود، اما با سبب دوری از قرارگاه اساسی به زودی این محل را ترک نمودند. تیر ماه سال 1878 روس‌ها استحکام چتر را در ساحل اتریک بنا کرده ماه آگوست سال 1879 دوباره قزل اروت را ضبط نمودند. در رفت جنگ‌های سخت برای مرکزی تگین‌ها قلعه کوکتپه روس‌ها ماه آگوست سال 1879 به شکست دچار آمدند.
این شکست حکومت پادشاهی روس را مجبور نمود که بعضی تدبیرهای ایلاوگی اندیشد و فرماندهی لشکر را در این منطقه به ذمه گنرال سکوبلیف گذارد. در نتیجه 12 ینوری سال 1881 پس از جنگ 3 روزه قلعه دنگلی تپه و در دوام هفته کوک تپه به دست روس‌ها گذشت. 18 ینوری همین سال اشقاباد تسلیم شد و ماه می به جای شعبه حربی ماورای کسپی ولایت ماورای کسپی تشکیل کرده شد. شکست قبیله کلانترین تیگین بر روحیه دیگر قبیله های ترکمن تأثیر جدی رساند. در مشورت عمومی قبیله های ترکمن 1 ینوری سال 1884 در مرو مصلحت شد که همه قبیله ها اختیاراً به تابعیت روسیه می‌گذرند. همراه شوی اختیاری همه واحه ها به هیئت امپریای روسیه ماه مارس سال 1884 به وقوع آمد. در این وقت افغانستان با راهبری انگلیس ها دعوای حدود ترکمن نشینی پندین نموده سربازان خود را به این واحه وارد نمود. ماه مارس سال 1885 ارتش روس افغانها را شکست داده این نقطه را نیز صاحب شدند. 26 دکبر سال 1897 ولایت ماورای کسپی زکاسپیه به اختیار گنرال گوبرناتوری ترکستان گذشت. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 79. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.